بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. ما و شما در قسمت دوم بحث بالای فیلمی ننگاوری خیانت قرار داریم. اینجا گفته شده است عالمان و زیاییان دوراندیش و سرسپرده نباید فراموش گردد. و زیر عنوان این عباره خیلی هم خوب، شخصیت‌های برجسته، دانشمند، هنرمندها، حقوق شناسان، ادیب و ژورنالیستان را، روزنامه نگاران را یادآور شدند که در اثر جنگ داخلی اونها به قتل رسانیده شدند و در قتل اونها هم باز انگشت تهمت یا اینکه اتهام به سوی نهضت روانه کرده شده است. دوستان عزیز، زبان دزد و غر دراز است میگویند. من در موضوع ترور همه اون شخصیت هایی که در اینجا در فیلم نام آنها آورده شده است نمیتوانم که بیستم. تنها یک قسمتی را که ضرور میبینم و همگان میدونن که اونها یک تهمتی، یک دروغ محض هستند، اشاره میکنم. حالا برای مثال نسبت کشته شدن سراینده مردمی کرامت الله قربان، همه ما و شما میدونیم که شادروان از دست قماندان فرانت خلقی عبدالواسط صمدوف به قتل رسیده است. حکم قتل او هم چنین بود. ما در اینجا جنگ میکنیم اما شما در توی و در خرسندی ها سرودخوانی میکنید. در نسبت قتل شادروان مرادالله شیرعلی زاده، سردبیر روزنامه پارلمانی صدای مردم، قبلا صالح جان جورایف سابق دادستانی کل تاجیکستان در مصاحبه خود با رادیوی آزادی گفته بود که مرادالله شیرعلی زاده و چند تن از میلیسیونرهای دیگر اول گرفته شده، بعد از اون به قتل رسانیده شدند. درباره آوازه هایی که از جانب جنگجویان اپوزیسیون کشته شدند جورایف گفته بود او شخصا آنجا بود. وقتی کشتار رخ داد تفتیشات گذرانیده شد، جنگجویان اپوزیسیون در آنجا نبودند. در رابطه با کشته شدن سفرعلی کنجایف کتانی تاجیک باید بگوییم که گرچنده که تشکیل جلسه 16 سسیه شورای عالی در خوجند با ابتکار و با تلاش این شخص بود، ولی با امام علی رحمان از طرف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان اسلام کریموف در آن جلسه سرنوشت ساز، البته در داخل ناخوانده، عوض کرده شد. این بر اساسی و توافق نرسیدنی او با شرطهای اسلام کریموف بود. البته شرطها هم به آینده تاجیکستان بود. هجوم او به پایتخت به دوشنبه که در ماهای فکر میکنم اکتبر سال 1992 بود، این ابتکار شخصی خودش بود، همچون طرف سوم برای کسب کردن مقام و برآورده کردن خواسته هایش. اما من اعلام میکنم که خواسته های او هر چه بود میتوانست بهتر از همین خواسته های رحمانوف و کارهایی که انجام داده ایستاده است باشند. پس پشتی قتل کنجایف هم امنیت ملی تاجیکستان می ایستد. زیرا او با این وجود که عضو پارلمان انتخاب شده بود و رئیس کمیته قانونگذاری و آزادی های انسان شده کار میکرد، ولی پیش از آن که همین ترور شود از طرف کمیته امنیت برای کم کردن
محافظانش و اینچنین خلع سلاح به سلاح گرداندن اونها شکایت کرده بود. همچنین نسبت یک شخصیت خیلی هم دانشمند خدمت نشان داده نمیتوانم که به طرف بمانم. شادروان محمد عاصمی، پرزیدنت اکادمیای علوم جمهوری تاجیکستان و رئیس تشکیلات جمعیتی پیوند که در فیلم هم آورده شده است و اون را هم اشاره شده است که از طرف نهضت اسلامی ترور شده است. واقعا این شخصیت دانشمند بود، خدمت زیاده در ساحه علم و معرفت و کشور و مردم کرده است. ما قلباً به او احترام داریم. پیش نهضت هم احترام خاصی داشت و در باره به قتل رسیدن اون هم من میتوانم بگویم که اینجا یک معمای بزرگی هست، زیرا در رفت یکی از مذاکرات صلح در شهر اشقاباد از طرف اپوزیسیون پیشنهاد رئیس جمهوری برای دوره گذریش، برای دوره انتقالی شده بود و باید رئیس جمهوری دوره انتقالی همون گذریش شخصی دانشمند میشه، یعنی سالمند و خدمت نشان داده و این چنین در همین جنجال ها هم یک شخصی بی‌طرف در نظر گرفته شده بود و عیناً انا همین نشانه هایی که گفتیم به مرحوم محمد عاصمی موافق بودند. فکر میکنم نسبت خطر احتمالی این پیشنهاد به شخصی شادروان محمد عاصمی در نشست داخل هیئتی هم بین اپوزیسیون یک گفتمان هم شده بود. باقی مانده نفرانی اعضایان کمیسیون آشتی ملی اگر این کار نکنند، چون وقتی این حادثه رخ داد و شادروان به قتل رسانیده شد، از اسلام آباد مرحوم استاد محمد شریف همتزاده با نفر تلفنی صحبت کرد و عیناً انا همین خیل گفت. اون پیامدی بد نسبتی همون موی سفید ترس را داشتیم به وقوع پیوست. درست گمان کرده بودیم و راست هم گفته بودیم که بیایید همین شخصیتی سال رفته خدمت نشان داده رو نام نبریم. من چرا این را حالا گفتم؟ چون که قبل از این از طرف مرحوم استاد سید عبدالله نوری رحمت الله علیه در یک مذاکره صلح دیگر که در اسلام آباد برگزار شده بود با عبدالمجید داستیوف پیشنهاد شده بود و جناب داستیوف این را بنوگی زبان نیارد گفته خواهش کرده بود. وقتی استاد نوری رحمت الله علیه گفت که شما شخصیت دانشمند و مناسب هستید، باید دوره همین گزارش را به عهده بگیرید، من شاهد بودم که با یک حرکت های عجیب و غریب که در شخصیت او نمی اومد به هیچ وجه در هیچ جا به زبان نبرید این را خواهش کرده بود از استاد نوری رحمت الله علیه. معلوم می شود که عبدالمجید داستیوف خطر چنین پیشنهاد را خوب درک می کرده است. مگر این سبق نیست؟ باز چی می خواهیم؟ ما می خواهیم بازی با جنایتکاران رو بس کنید. در تهیه و نمایش همین فیلمی که ساخته اید حالا هم جنایت کرده ایستاده اید. جنایتکاری های خود را بس بکنید و با جنایت ها و جنایتکاران با یک طوری درست کار بگیرید تا به منفعت کشور و ملت باشد. بسیاری از جنایت های هست که تا به حال آشکار نشدند، ولی شما خوب میدانید که پس آنها کی می ایستد. شما آنها را خوب میشناسید. حتی آن جنایتکارها در پهلوی خود شما هایند. این را هم بدانید که
اگر جنایتکاران به جزاشون نرسن دست به جنایتی بزرگتر میزنن، ولی این نوبت مطمئن باشید که اونها بر علیه خود شما دست به جنایت میزنن. این چیز در همون فیلم نامه اومده است. در جامعه تاجیکستان عزیز که وحدت ملی و صلح و صلاح برقرار است، برای مبارزه مفکوروی حاجت نیست، ولی اکثریت مردم تاجیکستان پیرو دین اسلام هستند. اکثریت مردم تاجیکستان پیرو اسلامند، ولی این حکومت است که جنگی با خدا را در پیش گرفته است. اکثریت مردم تاجیکستان پیرو اسلامند، ولی آنها از آزادی های دینی خود محروم. مسجدها که با کمک و دستگیری خود مسلمان ها فرزنداشو از پیشو میروند روسیه، دیگر جاها کار میکنن، پول رای میکنن، اونها خانه خدا میسازن، مسجد میسازن، بسته میشوند، با طربخانه و با دیگر کارخانه تبدیل کرده میشوند. اکثریت مردم تاجیکستان پیرو اسلامند، ولی از یگان حقوق اسلامی برخوردار نیستند. بلند از آن گفتن من نمازگزاری جوانان و زنها در مسجدها من، ریش برای مردها من، روسری ستر برای زنها من، نکاح طبق سنت اسلامی، ثبت حالت شهروندی من. یک ملا اگر پیش از آن که شاه داماد و عروس بانو و اداره زکس بروند ثبت حالت شهروندی خودشونه بگیرن بیاین، اگر نکاح کند خطبه بخواند جنایت است، جریمه کرده می شود. نامگذاری اسلامی معنی است با بهانه نامهای عربی بیگانه. اکثریت مردم تاجیکستان پیرو اسلامند، ولی حمایه حقوقی ندارند. در داخل مسجد توسط یک مست است تحقیر می شوند. امام مسجد نمازخوانها با قبیح ترین الفاظ دشنام می شود، ولی حمایت نمی آمد. اکثریت مردم تاجیکستان پیرو اسلامند، ولی با صدها ولی و امای دیگر وجود دارد. بدبختتر از این همین است که حکومت خودش در کشور جنگ مفکوروی را براه مانده است. نه در سال 1992 مبارزه مفکوروی از طرف پیروان دین اسلام سر زده بود، و نه در سال 2015 در آن دوره با شعارهای نسبت اسلام، مرگ بر اسلام، بر وافچیک، نمیدونم بر چیزی دیگر، مبارزه مفکوروی آغاز شد. حالا با پیمان شکنی، وحدت خللدار کنی و حقوق پایمال کنی، آن وقت آزادی خواهان و استقلالیت طلبان به اسلامی بودن متهم شدن. حالا صلح خواهان و وحدت آفرین ها، همون طرفی اساسی صلح و وحدت ملی، به چی؟ به تبدلات و به خیانت. جهانیان میدونن که در تاجیکستان جنگی داخلی و خونریزی وجود داشت و شاهدی میدهند که صلح بین تاجیکان یک طرفه آنگونه که شما گفته ایستادید و نشان داده ایستادید نیست. دیندارها با دنیوی ها توافق کردند و موافقه رسیدن، صلح و صلاح برقرار شد، پیش خونریزی ها گرفته شد و وحدت ملی به وجود آمد. این را خود شما هم در همین فیلمی شرم‌آور خودتون آورده اید، گفته اید در جامعه تاجیکستان عزیز که وحدت ملی و صلح و صلاح برقرار است. این صلح و صلاح یک طرفه نبود. رحمانوف حکومت با کی صلح کرده بود؟ علاوه بر این همین صلح تاجیکستان در واقع یک تجربه خیلی بزرگ و اینستیتوتی برجسته برای حل بسیاری از نزاع‌های مردم سراسر دنیا که از نزاع‌ها رنج می‌بردن هم بود، ولی شما دنیوی ها همون رو هم خللدار کردید. با این عهد شکنی تو، با این صلح شکنی تو
انا همین موقع سازشنامه صلح تاجیکان را از موقع گلوبالی و جهانی آورده در زمین زدید. بله، اکثریت مردم تاجیکستان پیرو دین اسلام هستند، ولی در حق آنها خیانت شده است. همان گونه که من در بالا ذکر کردم، در تهیه این فیلم انگیزه خدمت ملت و کشور دیده نمی شود. علاوه بر تحریف تاریخ کشور و فرهنگ ملت، در این فیلم باز هم انگشت اتهام طرف مسلمان هاست. و بسه تا که با این دین دشمنی میکنید، با اسلام دشمنی میکنید، با مسلمان ها دشمنی میکنید، با خودتونه میگید که ما هم الحمدلله فرزندی مسلمان نیم و مسلمانیم. مگر این سبق نیست؟ باز چی میخواهیم؟ ما میخواهیم با این تهمت و دروغ افغانی هایتون خاتمه بدهید، از ادعاهای بی اساس تو دست بکشید. تا کی با این شیوه حکومت میکنید؟ در این فیلم از شخصانی که آنها هم از طرف امنیت ملی با این یا با آن بهانه کشته شدند، از اونها استفاده شده است، مانند مرحوم ایشان سید قیام الدین غازی و مخدوم عبدالستار رحمت الله علیه. همچنین ملا ایام الدین ستارov که البته او زنده است، ملا ایام الدین هم باز گفته که حالا چیزهای ناگفته خیلی زیاد است که وقت شود اونها را میگوید. البته ظرف با آنچه در درونش هست صدا میبرارد. گرچه میدانید که این نوارها و این گفته ها دروغند، تهمتند و هیچ چیزی را دیگر نمیکنند، تنها نشانه ضعف حکومت و نشانه ناعهده‌برایی کمیته امنیت دولتی را برملا میسازد. دوستان عزیز، یک گفته ای را که خیلی هم گفته عالی هست و در واقع توصیه هم هست از استاد سید عبدالله نوری رحمت الله علیه در رابطه با شناخت اشخاصی صلحخواه و وحدت دوست که استاد گفتند. بعد رسیدن به سازش و یکدیگر فهمی در وطن خود، هر کی به خشونت و نزاع مسلحانه دعوت میکند، اگر از بین شما باشد، یعنی نهضتی باشد، بدانید او از شما نیست، وی از پس مصلحت نهضت اسلامی و مسلمانان نیست. و اگر از بین شما نباشد و تاجیکستانی باشد، شما بدانید که او در فکری مصلحت و منفعت کشور و ملت خودش هم نیست. پس یک قسمتی زیادی آنهای شما در فیلم گرد آورده اید تا گفته های شما را تکرار کنند، اونها مجبورند، زیرا چاره ندارند. اما آن کسانی که با رضایت خود به مبارزه مفکوره و درست زده ایستادند و نهضت را در این بافته های شما شریک میدانند، نه نهضتیان و نه در فکری اسلام و مصلحتی مسلمان ها، و نه همین شمایی که این گونه فیلم های بافته را تهیه دارید در فکری مصلحت و منفعت کشور و ملت خود هم نبودید و هرگز نیستید. مگر این سبق نیست؟ باز چی میخواهیم؟ از این به بعد ما از شما چیزی نمیخواهیم، از هموطنان عزیزی خودمون میخواهیم. خود هموطنان ما خودشون این حقیقت رو خوب فهمیدگیان. از ملت شریفمون میخواهیم. به این گونه فیلم های پر از تهمت باور نکنید. اینها همه دروغن، برای فریب دادن، برای مقصدی پلید خودشونن. این تهمت و دروغ ها را پخش میکنن تا براحتی حکومت کنن و منفعت ملت و کشور را برای خودشون، برای نزدیکانشون چگونه ای که میخوان همونقدر استفاده ببرن.
اما تا کی این بازار آنها گرم میموند؟ طاقت مردم تاق شدگیه. این را میدونن. همین که همین نمایش را در شهرها، در ولایت، در ریانها و محلها با نشستهای علاحیده با پخش کرده ایستادن، بزرگان قوم را فریاد میکنند، استادان، دانشمندان، امام خطیب ها و یک عده دیگر باز همون کارمندای امنیتی که به نفقه رفتگیان و سخنهای تکراری را در اونجا میگند و مجبور میکنن یک خیلی دیگر را که بشنوند. اینها تنها به خاطر نهضت اسلامی و مخالفین نیست. مقصد اونها شما هم هستید. شما یکی بیدار شده اید. شما یکی ظلم و خلافکاری اونها را درک کرده اید. میخواهند شما را آرام کنند با دروغ، با تهمت، با فریب. اما هموطنان ما اونها را امروز فردای پس فردای بزانو میشینانند و مجبورشو میکنند تا در پیش ملت جواب بگویند. ما عیناً همون چیزی را که شما گفته اید میگوییم و درست هم هست. کسی که به اشتباه راه داده است بخشیدن ممکن است، ولی کسی که خیانت کرده است بخشیدن نخواهد شد. حادثه های سالهای 1992 1997 اشتباه بودند، بنابراین بخشیده شدند. ولی آنچه به سر سازش نامه صلح و وحدت ملی آمد و حالا هم که دارد دوام یافته ایستاده است، این خیانتی بزرگ است. این بخشیده نمی شود. رحمانوف به صلح و وحدت ملی که با زحمتهای زیاد به دست آمده بود خیانتی بزرگی کرد. بنابراین بخشیده نمی شود. به هیچ وجه خائنان، اون کسانی که به وحدت ملی، به صلح و صلاح خیانت کردن، بخشیده نمی شود. خدا کند سلامت باشید.